بسیار عالی. خب حالا چون اینجا توی جمله های قبلی واژه چوم یعنی یه ذره به کار رفته، من یه نکته هم باز در مورد این بگم. در جمله های سوالی که در واقع حالت خواهش کردن داره، مثلا ما از این نفر یه خواهشی رو داریم و ازش میخوایم که یه کاری رو برای ما انجام بده، مثلا میگیم لطفاً این رو برام ترجمه کنید. ترجمه متنی رو بهش میگن پانیاکادا. بعد تلفظش هم دقت کنید، نمیگیم پانیاگهدا، نه، به خاطر اینکه گ پچیمه و بلافاصله حرف بعدیش حرف ه اومده، حرف هیود، تلفظش میشه پانیاکادا، یعنی که، کاملا که تلفظ میشه پانیاکادا. ترجمه متنی یعنی مثلا یه برگه رو من بخوام به شما بدم و از شما بخوام اینو برای من لطفاً ترجمه کنید. میگم ایگو جوم پانیوکه جوسیو آخرش خیلی مهمه، یعنی اگر فقط بگید ایگو جوم پانیوکه یا پانیوکاسیو یه جوری حالت دستوری میشه، مثلا یه جوری که انگار ما داریم بهشون دستور میدیم و ممکنه بهشون بر بخوره. اما وقتی میخوایم بگیم لطفاً متواضعانه ازشون خواهش کنیم، میگیم پانیوکه جوسیو. و اون چوم که یعنی یه ذره، در واقع ما اینجوری یادش گرفتیم یعنی یه ذره، وقتی توی جمله اینجوری میاد که مثلا ما داریم از یه نفر خواهشی رو در واقع انجام میدیم، حکم لطفاً رو داره، لطفاً این کار رو انجام بدید. ایگو جوم پانیوکه جوسیا. یا جمله دوم که نوشتم همون رو داریم میگیم، منتها ساختارش متفاوته. مثلا من از شما میخوام بگم که به شما میخوام بگم که این رو لطفاً ترجمه کنید. میگم ایگو جوم پانیوکه جوشیگسایا. ما خودمون توی فارسی هم از این لحن استفاده میکنیم. میشه این رو لطفاً ترجمه کنید برام؟ میشه لطفاً این کار رو انجام بدید؟ از ساختار جوشیگسایا از این استفاده میکنیم. پانیوکه جوشیگسایا به این حالت. حالا بریم ادامه مطالب. تصویر اول در رابطه با مثلا وضعیت تأهل، مجرد بودن، متأهل بودن، در مورد این چیزاست. و از این به بعد دقت کنید توی سریال ها یا توی برنامه های تلویزیونی کره‌ای هم از این عبارت ها زیاد استفاده میکنن. کلا سریال هم میبینید، دقت کنید این عبارت ها رو قطعا میشنوید. واژه اول میهون یعنی در واقع مجرد. و کیهون یعنی متأهل. پس میهون فرقی نداره خانم یا آقا، کسی که مجرده. و کیهون کسی که متأهله، در واقع ازدواج کرده. حالا دقت کنید چند تا نکته هم هست که نکته های تکمیلی رو انتهاش میگم. فعلا اول واژه ها رو بگم. عبارت بعدی توکسین در واقع کسیه که خودش دوست داره مجرد باشه، یعنی کلا قصد ازدواج نداره و دوست داره مثلا تنها زندگی کنه. توکسین یک همچین مجردیه در واقع که خودش دوست داره تنها باشه و مجرد زندگی کنه. توکسین. و کسی رو که توکسین هست در واقع توکسین چویجا، اینجوری هم بهش میگن. یعنی مثلا میگن فلانی توکسینه، یعنی خودش دوست داره توکسین باشه و مجرد زندگی کنه. میتونن بگن مثلا که یوجاگا یا که سرمی توکسین چویجایو، تلفظش چویجا. این واژه چویجا کلن به شخصی اشاره داره که یک راه و روش خاصی رو در زندگی پیش گرفته و میخواد اونجوری زندگی کنه. مثلا افرادی که گیاهخوار هستن، وگن هستن در واقع و از منابع حیوانی استفاده نمیکنن، توی کره چی بهشون میگن؟ میگن چشیک چویجا. چشیک یعنی گیاه، مواد غذایی که گیاهی هستن در واقع، چشیک. و گفتیم چویجا به اون شخصی اشاره داره که اون راه و روش رو مثلا پیش گرفته در زندگی. مثلا یه نفر رژیم غذایی گیاهی داره، بهش میگن چشیک چویجا. یه نفر توکسینه، بهش میگن توکسین چویجا، به این معنی. و میهون و
미혼 부. مو هجای آخر به مادر اشاره داره. میهون مو در واقع یعنی یک مادری که مجرده، سینگل مام هست، مثلا جدا شده از همسرش و با بچهش داره زندگی میکنه. مادر مجرد رو میگن میهون مو و پدر مجرد رو میگن میهون بو. میهون بو در واقع سینگل دد به حساب میاد. اینم بگم که موچین و پوچین این دوتا واژه به معنای مادر و پدر هستن که در واقع از واژگان چینی گرفته شدن. کلا زبان کره ای اینجوریه که خیلی از زبان چینی واژه و کاراکتر یعنی هجاهای زیادی در واقع قرض گرفته و دیگه ماندگار شدن. و وقتی که میگیم موچین یعنی مادر، این حالت رسمی طور و کتابی طورشه. یعنی موچین مثل وقتی که میخوایم فرم پر کنیم، مثلا فرم پزشکی میخوایم پر کنیم یا هر فرمی میخوایم پر کنیم، توی اون فرم نوشته موچین مثلا یا پوچین به جای اما ابا نمیدونم ابوجی، رسمی و کتابی تره. یعنی وقتی فرم پر میکنید قطعا از این واژگان میبینید. و اون بالا واژه میهون مو، اینو که یاد گرفتیم اینجوری دیگه تحلیلش براتون راحت میشه که اینجوری یادش بگیرید مو به مادر اشاره داره، مثل وقتی که میگیم موچین، و پو در واقع هجای پو به پدر اشاره داره وقتی که میگیم، مثل وقتی که میگیم پوچین. پس میهون مو یعنی مادری که مجرده و میهون بو یعنی پدری که مجرده. حالا نکته های تکمیلی که گفتم اینجاست. ازدواج کردن به زبان کره چی میشه؟ کورونادا. کورونادا. جدا شدن چی میشه؟ آفرین، بسیار عالی. پس کورونادا، کورون یعنی ازدواج، کورونادا یعنی ازدواج کردن و جدا شدن میشه ایهون. ایهونادا. الان اینجا تایپش میکنم براتون. هجای اول رو دقت کنید. توی طلاق ای هجای اول ای به جدایی کلن اشاره داره، هر نوع جدایی ها، نه فقط توی ازدواج. ای و هجای دوم هون یعنی اون هجایی هست که در واقع به خود ازدواج، به امر ازدواج اشاره داره. وقتی میگیم ای هون، ای یعنی جدایی، هون به ازدواج اشاره داره، به کلن به یک پیوند. وقتی که میگیم ای هونادا یعنی جدا شدن، یعنی اون ازدواج کلن منحل بشه و جدا بشه. اینجا من یک فعل دیگه اضافه کردم که هجای ای درش هست. ای بیار هدا. ای بیار هدا. وقتی سر هم تلفظ میشه ای بیار هدا. این جدایی به معنای طلاق گرفتن و اینا نیستا، هر نوع جدایی. مثلا فرض کنید که من از دوستام قراره توی یک ایستگاه اتوبوس جدا شیم، دوستان برن راه خودشون، منم برم راه خودم. اون نوع جدایی مثلا میشه ای بیارادا. متوجه هستید؟ صرفا اینم گفتم یه مثال دیگه بگم به خاطر اون هجای ای که گفتیم به جدایی اشاره داره. پس فعل ای بیارادا هر نوع جدایی میتونه باشه، چه از نظر مسیر، چه توی زندگی، چه به معنای کات کردن، مثلا که میگن اون نوع کات کردنی که به کار میبرن، به اون معنا هم ممکنه باشه ای بیارادا. و نکته دیگه که وجود داره اینه که مثلا ما واژه میهون و توکسین رو یاد گرفتیم، اما برای پرسیدن وضعیت تأهل هیچ وقت به یه نفر نگید میهونی سیو. میهون مثلا یه جور حالت مؤدبانه ای نداره که از این نفر بپرسید میهونی سیو، مگر اینکه بازم در شرایطی گفتم که فرض کنید شما رفتید ثبت احوال مثلا یا رفتید بانک، یه فرمی رو میخواید پر کنید، اون آقا یا خانمی که مسئوله میخواد صرفا فرم رو پر کنه و از شما میپرسه که میهونیسیو کیهونیسیو. در این صورت دیگه بی احترامی حساب نمیشه، چون صرفا رسمی و اداریه، داره ازتون میپرسه که خب مجردید یا متأهل. اما در گفتگوی عادی و روزانه از کسی نپرسید که میهونیسیو،
میهونیه مثلا اینجوری نپرسید، بلکه اگر میخواید بپرسید اینجوری بپرسید. مثلا میتونید بگید 결혼 아직 안 하셨죠؟ 결혼 안 하셨죠؟ 아직 یعنی هنوز. 결혼 아직 안 하셨죠؟ یا مثلا یا برعکسش، مثلا 결혼 하셨어요؟ یعنی ازدواج کردید. 결혼 하셨어요؟ 결혼 하셨어요؟ یا 결혼 하셨나요؟ گفتم که مثلا ملایم تر میشه. 결혼 하셨나요؟ بعضی وقتا هوکشی هم اول جمله هاشون میزنن. مثلا این حکم رو داره که ما داریم از این نفر میپرسیم، مثلا احیانا شما ازدواج کردید، هوکشی 결혼 하셨나요؟ هوکشی 결혼 아직 안 하셨죠؟ از این جمله ها استفاده کنید. پس گفتیم از میهونیسیو مثلا اینجا نوشتم استفاده نکنید به هیچ عنوان. یا مثلا میخواد بگید که آره من ازدواج کردم، میتونید بگید چو 결혼했어요؟ 결혼했어요. یا اگر میخواد بگید ازدواج نکردم میگید چو 결혼 안 했어요. یا 아직 결혼 안 했어요. 안 بهش اضافه میشه. 안 했어요. به این صورت. و همچنین از توکشین، مثلا از این نفر نپرسید توکشینیسیو، مثل حالت توهینه، اصلا احترامی، یعنی کره‌ای‌ها قطعا خوششون نمیاد. توکشینیسیو مثلا اینو نگید به هیچ عنوان. یک زبدر قرمزم جلوش میذارم، توکشینیسیو، از این استفاده نکنید. از همون دو تا عبارتی که بهتون یاد دادم، مثلا 결혼 하셨어요؟ 결혼 아직 안 하셨죠؟ از همینا مثلا استفاده کنید. تا اینجا سوالی ندارید؟ بسیار عالی. اینا هم صرفا چند تا جمله دیگه می نویسم در سطوح مختلف مثلا صرف شده. 결혼했어요؟ و اگه بخوایم محترمانه تر باشه میگیم 결혼하셨어요؟ یا 결혼하셨나요؟ یا اینکه 기혼이세요؟ از این هم میتونید استفاده کنید. خیلی خشک و رسمی و اداریه ها، یعنی لحنش کلا رسمی و اداریه. 기혼이세요؟ مثل وقتی که گفتم مثلا داریم یه فرم رسمی رو پر میکنیم. اینم از این. حالا بریم عکس بعدی رو آپلود کنم.